سلام دوستان گرامی، برادران و خواهران زبان آموز. درس چهارم است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم. یونیتی دوم یا قسمت دوم، یونیت 2. درسی گذشته برای شما گفته بودیم که درباره جانشین های فاعلی صحبت خواهیم کرد. یعنی در اینجا بی فعلی بودن را معنا می‌دهد، یعنی بی فعلی بودن، subject pronouns یعنی جانشین های فاعلی یا جانشین های شخصی. I am, you are, negative question. I am یعنی من هستم، you are یعنی تو هستی یا شما هستین. نگاتیو گفته یعنی منفی را در نظر دارن. منفی یعنی جمله های منفی است و جمله های مثبت و جمله های سوالی. در اینجا باشد درباره جمله های منفی و درباره جمله های سوالی سخن می رود. I am a ballerina. I am a ballerina. ballerina گفته رقاصه را میگویند، یعنی من رقاصه هستم. خب بله، یعنی I am a ballerina یعنی من رقاصه هستم. Am I pretty? Am I pretty یعنی سوالی است، جمله سوالی. آیا من زیبا هستم؟ توتی در جواب میگوید Yes you are. بله تو هستی، یعنی تو هستی، منظور تو زیبا هستی. خب I'm a bird. I'm a bird یعنی من پرنده هستم. bird گفته یعنی پرنده. توتی در جواب میگوید You aren't. You aren't. در اصل در اینجا You are not هست. You aren't این کلمه دو کلمه اختصار شده است، یعنی You aren't. You aren't a bird میگوید تو پرنده نیستی. I'm a bird من پرنده هستم. خب در اینجا crash آمد، یعنی crash یک صدای افتیدن، صدای چیزی در زبان تاجیکی است، مثلا تق تق، چرق پرق، چرقس، یعنی یک صدایی که اون هیچ معنا ندارد. در اینجا توتی میگوید Are you okay؟ در جواب این دخترک یا زوی میگوید No I'm not. نه من نیستم، یعنی من نیستم منظور من خوب نیستم. خب در اینجا پوزیتیو یعنی جمله های مثبت، نگاتیو جمله های منفی، question جمله های سوالی، short answers یعنی جمله های جوابی، یعنی که جواب یعنی جواب های کوتاه. I am a ballerina من رقاصه هستم، یعنی دو طرز گفته می شود، یکی فشرده یا به طرز اختصار I'm، یکی غیر فشرده I am a ballerina. I'm ballerina من رقاصه هستم. You are pretty. You're pretty. You're pretty یعنی تو زیبا هستی. جمله منفی یعنی یک جمله مثبت رو چخیل منفی میکنیم. I am not a bird. I am not a bird من پرنده نیستم. I'm not a bird. I'm یعنی I am. I'm not a bird هر دو یک معنی دارند، یعنی من پرنده نیستم. You are not okay. You are not okay یعنی که you aren't. You aren't. You aren't okay یعنی تو خوب نیستی. جمله های سوالی questions. Am I pretty? Am I pretty? آیا من زیبا هستم؟ Are you okay? Are you okay? آیا تو خوب هستی؟ جواب چخیل جواب میگردونیم. Yes you are. Yes you are. No you are not. No you aren't. اینها جواب های کوتاه هستند. جواب های دراز چخیل هستند. مثال میگیم Yes you are pretty.
این شد جوابی دراز. اما جوابی کوتاه yes you are، یعنی تو هستی. منظور بله تو زیبا هستی. no you are not، یعنی نه تو نیستی. منظور مقصد تو زیبا نیستی. no you aren't، اینش شکلی فشرده یا اختصار شده. yes I am، یعنی در اینجا سوال می شود are you okay، یعنی تو خوب هستی. در جواب میتونیم بگیم که yes I am، بله من هستم، یعنی بله من خوب هستم. no I am not، نه من نیستم، نه من خوب نیستم. no I am not شکلی اختصار شده. خب در اینجا قاعده است when we speak we use short forms. وقتی که ما صحبت میکنیم، هنگامی که ما صحبت میکنیم، ما از شکل‌های کوتاه استفاده میکنیم. یعنی شکل‌های کوتاه I'm your I'm not you aren't. همین حرف‌هایی که با رنگ سرخ اشاره شدن یا کلمه‌هایی که با رنگ سرخ اشاره شدن، اینها جواب‌های کوتاه هستند، شکل کوتاه. خب we use short forms to answer no. و ما جواب‌های کوتاه را در حالت جواب دادن استفاده میکنیم. مثلا no I am not، یعنی یک سوال میکند are you okay، ما نمیگیم که no I am not okay، یعنی دراز نمیکنیم، یعنی به شکل کوتاه جواب میدیم. no I am not، no you aren't، but we use long forms to answer yes. اما وقتی ما جوابی ها میدیم، یعنی بله، در این حالت ما جوابی پر میدیم. مثلا yes I am، در این جمله نمیتونیم yes I am جواب دهیم. yes I am در اینجا نگاه کنید خط زده است، یعنی خطا است. yes I am خطا است. yes you are، بله تو هستی، بله تو چیزی که سوال کرده مثلا are you okay، I am pretty، آیا من زیبا هستم. yes you are، بله تو زیبا هستی. yes you're، این خطا است. yes you're یعنی شکل فشرده هنگام جوابی مثبت خطا است. خب در اینجا درس امروز را به پایان میرسونیم. تا درس های نوبتی خدا نگهداری یکی شما باد. این بود درس سوم از کتاب، درس چهارم از کتابی New Grammar Time.